چی میگن اینا؟ تیمی که اصالت نداره. اصالت یعنی زمانی که استقلال تو آسیا بازی میکرد شما هنوز تشکیل نشده بودید. تیمی که ریشه نداره. ریشه یعنی وقتی ما بودیم حتی فدراسیون فوتبال هنوز تأسیس نشده بود. تیمی که افتخار نداره. افتخار یعنی اسم تیممون رو دیوار افتخارات AFC به عنوان قهرمان آسیا درج شده. اسم شما هم رو تورمایی میزنه. تیمی که از یه مش دوچرخه سوار تشکیل شده. دوچرخه سواران که عشقه. بنیاد مستضعفین و شهید چمران چی میگه؟ تیمی که 10 تا لوگو عوض کرده. ما کلا 6 تا لوگو عوض کردیم. شما هم 9 تا لوگو عوض کردید. این وسط چرا اولین لوگوی شما آبی بوده؟ و چرا اصلا 5 سال کلا لوگو نداشتید؟ بی هویت بود. تیمی که از بی افتخاری به امجدیه میگه آسیا. همون امجدیه رو شما به محمدان بنگلادش باختی حذف شد. مجبور یه کلمه بزرگی مثل خلیج فارس رو بچسبونه به اسمش تا شاید فقط بتونه با اصالت نام پرسپولیس رقابت کنه. ولی بازم ما این چیزا شمایی که با تغییر 8 تا اسم و 9 تا لوگو آخر رسیدی به پرسپولیس و نماد یه شهر دیگه شد اصالتت، بدون با همه این کارا بازم پرسپولیس هیچ گل نیست.